حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. بله، به من اشاره میکنن که برادر عزیزمون آقا عثمان عزیز پشت خط هستن. دوست داریم صدای ایشون رو هم بشنویم. برادر عزیزمون سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام الله علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوبی برادرم؟ سلامت باشید برادر عزیز عثمان. الله متعال شما رو حفظ کنه. هرچند ما به هر حال دوریم ولی که خب من دلم براتون میتپه. موحدان راستین، شما آیت الله های حقیقی هستید، نه اون آیت الله های شیطان که به دروغ بر خودشون آیت الله پیشوند اسمشون رو آیت الله میذارن. والله شما اصلا به قول معروف نموذجی از ربانیت الله متعال هستید، از توحید و یکتاپرستی. سلامت باشید. دوست گرامی، اولا تبریک میگم از سرگیری برنامه ها رو و عرض کنم خدمتتون که تلنگری داشته باشم به مذهب تشیع با موضوعیت تقیه، اگر مرحبا بفرمایید. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. با اجازهتون. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، همه ما کم و بیش هم نه بلکه 100% داستان چوپان دروغگو را شنیده ایم. چوپان شیادی که به دروغ گرگ آمد سر میداد و مردم بینوای آبادی را به یاری می طلبید و هرگاه مردم بدبخت و از همه جا بی خبر سراسیمه به یاریش می شتافتند، قاه به آنها می خندید. تعجب آور این که در این عصر چوپانان دروغگوی بیشماری هستند که صادقانه دروغ میگویند و خالصانه خیانت میکنند. چوپانهای کذاب که حتی بر خود دروغ میبندند، حتی چشم بر پلک و پلک بر چشم دروغ میبندند. اما ما همگی منتظر هستیم گرگی به درستی و راستی بیاید و شکمشان را پاره کند. دروغگویان بزرگ که دروغشان را توجیه میکنند، دروغی شاخدار به نام تقیه، مجوز کذب، مجوز افترا. تقیه مجوزی برای دروغ گفتن، آن هم قربتاً الی الله. دروغ میگویند قربتاً الی الله، افترا میبندند قربتاً الی الله، تحریف میکنند قربتاً الی الله. حرامیان بیشرمی که برای تقرب الی الله میدزدند، فارغان معتقدات و باورهای دینی مردم و مصادره کردن آنها به نفع خود. از دیدگاه شما اهل سنت نامسلمانند؟ چرا تقیه میکنید و بر پشت سکه های 500 تومانی هفته وحدت مزعومتان را حکاکی میکنید؟ این هم ارزان جانتان باد. اگر شما نبودید انسان وقتش را با خواندن دعای قرآن پر میکرد، لکن شما تأسیس شدید تا یکتاپرستی به چالش کشیده شود. با شما مجموعه های دور از هویت آدمی و میدن صفویت مدلی ساخته شد که هر جا استکبار بخواهد پا باز کند، 2 شیعه میفرستد تا ببینی چطور از پس به هم زدن آرامش گوشه گوشه دنیا برخواهند آمد. هر جا ایادی الحاد و خوناشامان اجنبی ورود ناوهای هواپیمابر خود را بخواهند توجیه کنند، باز از تفکر شیعی مدد میجویند. پندارهای پاره خطی در باور تشیع که جلوی پرده قدرت مواجهه با حقایق را ندارد، اما پشت پرده ماهیت و هویت کفتاری خود را هویدا می کند. به هم دیگر سفارش می کنند در مراودات و منازعه با اهل سنت به دروغ نهایت فروتنی و ادب را رعایت کنید، اما در پستوی حسینی هایشان شرماورترین شیوه های گفتاری را استعمال می کنند و فش و سب و لعن و ناسزا را در حق یاران مکرم رسول اکرم و حتی همسران شریف و امهات المؤمنین به کار میگیرند. چرا تقیه نمی کنید و حتی ولو به دروغ دست از سب و دشنام ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم بر نمی دارید؟
استکبار، بدون خرج و مخارج و زحمت خواهان تحریف و تزلزل شریعت حنیف اسلامی است که اینک با شما به سادگی این هدف را به سرحد منزل مقصود رسانده. کجایی ای ابن ابی قحافه، ای صدیق اطهر که بر دفاع از پیامبر عظیم الشأن سیلی خوردی، به خاکت افکندند و با چشمه های شرک بر صورتت لگد کوبیدند و این شرماوران لاابالی تقیه می کنند، می گویند نه ما دشنام و لعن را بر نمی تابیم، لکن ابوبکر خلافت را قصد کرد. آخر توهین از این بالاتر چه پدر کشتگی با حضرت علی رضی الله عنه داشتند جز این که به زمام امور مسلمانان بعد از رسول مکرم سزاوارتر بودند و نیز در این دوگانگی شخصیت پوشالیشان به دروغ به امام حسین رضی الله عنه تقیه نسبت می‌دهند که علی رغم این که معاویه رضی الله عنه را بر نمی‌تابید لکن به زیر منبر ایشان می‌نشست. آخر توهین از این بیشتر به شخصیت ذلت ناپذیر امام حسین. چگونه ممکن است که حسین ابن علی رضی الله عنه معاویه را قبول نداشتند، آن وقت به زیر منبر ایشان شنونده بنشیند یا حتی اجازه منبر روی به ایشان میدادند و خودش سراپاگوش به پای صحبتهایش می نشستند؟ امام حسین نیک میداند که معاویه خال المؤمنین است و ایشان با داعی مؤمنان نه تنها کدورتی نداشتند بلکه با هم یار و یاور و برادر بودند. شما با بی‌مروتی و جعل تاریخ برادریشان را به هم زدید. شما غاویل های زمانه، شما برادر کشید. و نیز به دروغ به امام جعفر الصادق رضی الله عنه نسبت به کارگیری تقیه را میدهند که در اخلاقش آنقدر تقیه استعمال میکرده که به صراحت گفته تقیه دین من و دین آبا و اجدادی من است و هر کس در شریعتش تقیه این کارخانه دروغ سازی و دروغ پردازی و فرار تشیع از واقعیت ها را نگنجاند گو این که بر هیچ دین و آیینی نبوده و حتی کافر هم می باشد. و نیز می گویند که گناه ترک تقیه از گناه ترک نماز بیشتر است. امان از شما. کتمان حقیقت در برابر کفار گاهن مجاز شده، آن هم فقط برای حفظ جان یک مسلمان در شرایط خاص ولا غیر، نه اینکه دروغ پردازی شالوده و اساس زندگیتان شود. دروغ در نزد تمام اقوام و ملل مختلف عمل زشت و نازیبایی است، اما حضرات روافض آنقدر دروغ میگویند که روی دروغ را سفید کرده اند. شاخه های مسیح به تصور اینکه حضرت عیسی علیه السلام مصلوب شده صلیبی را تقدیس میکنند که میپندارند حضرت عیسی بر آن مصلوب شده و قرآن میفرماید ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم. حالا مگر مسیحیان این قاعده را قبول میکنند؟ شیعیان هم برگرفته از این اخلاق خرافی و گزافی زمینی را تقدیس میکنند که امام حسین بر آن شهید شده. قاعدتا انسان بر حسب فطرت انسانیش اگر عزیزی را از دست بدهد مکان و زمینی که آن عزیز را در آن از دست داده را چه بسا به نیکی یاد نمی کند. اما این حضرات خاکی را که امام حسین بر آن شهید شده را سجده می کنند، تعظیم خاک و چه بسا برای شفا حتی از آن هم می خورند. کربلایی را مقدس می دانند که سبت رسول الله بر آن شهید شده. من ماندم بار الها این پندار پس را پاسخ چه می گویند؟ مثالیان حق، بینندگان ارجمند، پوزش میخواهم بلندی صدایم را بر من خورده نگیرید. میدانم در ساحت مکرم شما بلند صحبت کردن دور از نزاکت است، لکن میخواهم دنیا بشنود من شیعه سنی شده و هزاران امثال من با صدای رسا اعتراف میکنم ایمان شیعه نه از بحر تقواست، تقیه دروغ است و ریاست. ای شیعیان به حرفهای پوشالی و بی اساس گولتان نزنند، آنگونه که ما را سالها فریفتند. مقتل حسین ابن علی رضی الله عنه را سالها از قول ابن مخنف بر ما خواندند و ما بزرگ شدیم و دریافتیم که این ابن مخنف پیرمرد کوری بود که حتی صدای سنج و سم اسبان و جرینگ شمشیرها را حتی به گوش خود نشنیده، چه رسد به این که دیده باشد. باید آستین بالا زد، باید همت گماش به این نامسلمانانی که با تقیه اسلامیت را به دروغ جار می‌زنند را به دنیا معرفی کرد. باید کمر عزم ببندیم و با اتحاد و همدلی از اسلام عزیزمان که به وسیله این تقیه منهجان به آیینی تروریستی و خشن به دنیا معرفی شده را صیانت نمود.
باید ملت‌های اسلامی و کشورهای مسلمان را از خطر شیوع تشیع برحذر داشت. یا حکام الكرام في عالمنا الإسلامي، أناشدكم في الله أن تغلقوا أبواب كل حسينيات الروافض في بلادكم وبهذه العمل النبيل تشفوا صدور المؤمنين. باید در جهت اعتلاء کلمت الله و یکتاپرستی این تقی دینان را به دنیا شناساند. دنیای دو روزه به طرفت عینی خواهد گذشت. آنگاه در محکمه عدل الهی که سؤال کنند یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، پاسخ چه خواهیم گفت؟ قضاوت با شما و من الله التوفیق. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از برادر عزیزم آقا عثمان گرامی. زنده باشید. خدا نگهدار شما. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا